با یاد نام خداوند بزرگ. سلام دوستای عزیز، آرزو میکنیم جور صحتمند سر حال باشین، در هر گوشه کنار دنیا هستین همیشه لبخند بر لب داشته باشین. دوستای نهایت گرامی، طبق گفته های سابق ما شما قول و گپ ما همی بود که هر روز ما یک کلیپ زیبا، یک ویدیوی زیبا، یک گزارش زیبا از بهترین آپارتمان های شهر کابل برای شما به نمایش بگذاریم. امروز آمدیم دوستای نهایت گرامی باز هم در قسمت خوشحال خان ناحیه پنجم شهر کابل و میخوایم یک آپارتمان فوق العاده زیبای وی آی پی را برای شما با تصویر بکشیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید. خب دوستای نهایت گرامی، در اول خوب است ما یک معلومات کوتاه در مورد از این آپارتمان بر شما بدیم. خب آپارتمان در مجموع مساحت جایداد 820 است و خود بلاک در 420 اعمار شده که در 4 منزل اعمار شده. در هر منزل دو تا آپارتمان، یکی 5 اتاقه به مساحت از 215 الی 230 متر مربع و 4 اتاقش 180 متر مربع است که یعنی میشه 4 منزل و 8 آپارتمان، 4 تا آپارتمان 5 اتاقه و 4 تا 4 اتاقه. خدمت شما عرض شود که قوالی زمین شرعی است و در نمره راسته قرار داره. آپارتمان به صورت کلی هم فروخته میشه و به صورت تک تک هم فروخته میشه، یعنی جداگانه به صورت آپارتمان. آمدیم در منزل آخری. البته من یادآور شوم که نقشه ساختمان، استرکچر ساختمان برای 7 منزل است، اما فعلا 4 منزلش کار شده، یعنی میتونه که 2 منزل دیگه هم سرش بیاید. خب ما در منزل 4 آمدیم و خواستیم به عنوان سمپل یک ویدیو بر شما تهیه بکنیم که یک آپارتمان 5 اتاق است. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و در این اتاقی که هستیم میمانخانه‌اش است که ما اینم تو لوکس کلا شیشتیم و میمانخانه‌اش است. شما میبینین یک به خاطر از دوستان نهایت گرامی اینجاشیم که خواستم بر شما بگویم که ما افغانا کوشش میکنیم از چیزهای با کیفیت استفاده بکنیم. حتی تخته های حتی الماریا میبینیم که ما با وزن 100 چند کیلو در روی از همه تخته ها الماریا شیشتیم، هیچ عین خیالشان نیست. خب یا هم الماریش هست. کم کم ما شما میریم دیگه اتاق رو میبینیم و داخل از زمین میمانخانه رو میبینیم که چقدر لوکس و زیباست. شما ببینید چقدر وی آی پی که میگن وی آی پی است دیگه، واقعا زیباست، قشنگ است. چقدر یک میمانخانه لوکس جور کردن. ما همیشه گفتیم ما افغانا میمان نواز هستیم و میمان بسیار رسیدگی میکنیم و توشک ها به سبک افغانی ما شما. هرچند در خارج آپارتمان های لوکس هست چی هست، اما در افغانستان یک چیز دیگه است. خب ما را همراهی بکنیم دوستای نهایت گرامی، ما شما بریم بخش های دیگه شو ببینیم. دهلیزش هست، یعنی نام خدا یک دهلیز بسیار کلان و الماری داره دیگه. دهلیزش به اندازه یک اتاق بسیار کلان است. خب ما را همراهی بکنین. ما در اتاقی که روبرو است میریم، اول اتاق میبینیم، بعد از اون میاییم جای دیگه شیم. ما را همراه باشین دوستان نهایت گرامی. در اتاق دومش آمدیم که البته ایران میشه میمانخانه گفت، به خاطر از اینکه به اندازه اتاق میمانخانه امو قدر کلان است، امو قدر زیباست. هر اتاق جداگانه یک دیزاین خاص شده. چوبایی که در اینجا، چوبایی که در دیوار گرفته شده از چوبای کنر است و بهترین کیفیت داره. ما هم رقم که گفتم ما میخوایم، ما در افغانستان بهترین از بهترین ها استفاده میکنیم. هرچند مدت ها در کشور ما و شما جنگ بوده، اما فعلا خدا را شکر امنیت است و ما از لحاظ سلیقه ما افغانا بهترین هستیم. ما را همچنان همراهی بکنین تا بریم اتاقای دیگر رو ببینیم. خب دوستان نهایت گرامی، در دهلیز آمدیم. قبل از اینکه اتاق دیگر رو ببینیم از همکار کامرمن ما خواهش میکنیم یک تشناب که در دهلیز قرار داره امیر یک ویدیو بگیره. شما ببینید چقدر یک تشناب فوق العاده است. و بعد از اون میریم در آشپزخانه. بعد از آشپزخانه میریم چون آشپزخانه بسیار مهم است و شما کسایی که ینگاه شما زور است کوشش میکنید در زمان خرید آپارتمان ینگر هم رایتان بیارین، چون سلیقه خاص داره خانما و پسند مشکل نخورین.
عزیزای دل، هموطنان نهایت گرامی، شما ببینین آشپزخانه شما نام خدا آشپزخانه فوق العاده کلان و بسیار زیباست. از سلیقه‌های خاصی افغانی کار گرفته شده. یا بود آشپزخانهش و ما شما میریم اتاق دیگر رو میبینیم. خب اتاق دیگهش در این قسمت دهلیز قرار داره که ما شما میریم او را میبینیم. نام خدا دوستان نهایت گرامی، در هر اتاق میریم سلیقه‌های افغانی رو میبینیم چقدر سلیقه خوب داره. در هر جا یک سلیقه خاص خود، هنر خود به کار برده. و تخت خواب و الماری رو نام خدا شما ببینین. الماری ها از تخته های ترکی است، ضد خش است و ضد نم است. چقدر الماری زیباست. اتاقش هم نام خدا افتاروخ و یک اتاق کاملا روشن است. خب همچنان ما را همراهی بکنین بریم اتاقای دیگر رو ببینیم. یک اتاقش در این قسمت دوستان نهایت گرامی قرار داره که ما شما میریم اتاق دیگه ش میبینیم. نام خدا چقدر یک اتاق زیبا و فوق العاده است. دوستان میخواین خریداری بکنن میتونن از طریق شماره واتساپ که در زیر اسکرین میتونه همراه از ما به تماس شوه. 4 ساعت از طریق واتساپ رسیدگی میکنن به مشتری های عزیز. و دوستایی که میخواین از طریق چینل یوتیوب ما را ببینن میتونن برنامه ما را از طریق چینل یوتیوب عطاالله ایدری دنبال بکنن. کسایی که میخواین از طریق صفحات فیسبوک، صفحه فیسبوک راهنمای آنلاین عطاالله ایدری تعقیب بکنن. و ما در بخش‌های نقش‌های ساختمانی، در بخش مبل و فرنیچر، دیزاین، دکوریشن خانه هم فعالیت میکنیم. به طور 24 ساعت دفتر راهنمای آنلاین عطاالله ایدری در خدمت دوستان نهایت گرامی هستند. ما را فراموش نبکنین. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین. صفحه فیسبوک ما را با دوستانتان شیر بکنین. ما کوشش میکنیم همیشه بهترینا را برای شما پیشکش بکنیم. امیدوار هستم که خسته نشده باشین. اگر میخواین یک همچین خانه لوکس خریداری بکنین ما را فراموش نکنین. نظرات نیکتان برای ما ارسال بکنین. تا یک برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپارم. شما چند تصویر از داخل آپارتمان ببینین و در مورد یکی دو اتاق دیگه ش دوستان ما گفتم 5 اتاق هستی. یکی دو تا اتاق دیگه که ما ویدیو نگرفتیم فامیل بودن، به او خاطر ما خواستم که ویدیو نگیریم و شما را به الله پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.